سمت منا میرن. تعجب کردم، گفتم آقا جان همه حاجی ها دارن به سمت قربانگاه و منا میرن، شما اینجا چی کار میکنید؟ ابی عبدالله به فرزدق فرمود که فرزدق مسلخ و قربانگاه من حسین جای دیگر است. بعد فرمود که هر کسی میره منا قربانی هاش آماده است، من حسین قربانی هامو تو دستم گرفتم دارم میرم. میگه سوال کردم آقا یعنی چی، قراره چه اتفاقی بیفته؟ فرمودن آها هنا مذبح و اطفال ما، اونجا سرزمینی است که قرار هست اطفال من ابی عبدالله رو ذبح بکنن. رفقا این شبها این روزها تا محرم خیلی نمونده، بیایم فهممون و درکمون رو نسبت به ابی عبدالله بالا ببریم. ابن شبیب رو که همتون میشناسید دیگه، ریان ابن شبیب رو همتون میشناسید، بساطدار روزه ابی عبدالله است. من اینو میخوام بگم تا قلباتون آماده بشه. روزه دار ابی عبدالله است ابن شبیب. روزه میگرفته، روزه میرفته، روزه میخونده، پاسابت روزه های خونگی و حجره امام رضا. روز اول محرم که میشد کسی بود که پارچه مشکی و بیرق دست امام رضا میداد، به در و دیوار میکوبیدن. یه روز عصر عاشورایی دیدن خیلی ابن شبیب داره بد گریه میکنه. جلسه که یالله شد تمام شد، امام رضا صدا زد ابن شبیب وایس کارت دارم. ابوسر میگه من بودم و امام رضا و ابن شبیب. امام رضا فرمود ابن شبیب خوب امروز برای جد ما حسین گریه کردی. گفت آقا خیلی دلم برای حسین شما سوخت. آقا فرمود مقدار این سوختن چقدر بود؟ گفت آقا میدونم حسین شما رو خیلی زدمش. اینجوری برای ابی عبدالله باید نوکری بکنیم. عرضم تمام. اگر میخوایم